ماهی‌ها از جمله موجودات دریایی هستند که زندگی عجیبی در زیر آب‌ها دارند. ماهی‌هایی که با هم جمع می‌شوند همه از یک نوع هستند و با هم تشکیل خانواده می‌دهند. بعضی از ماهی‌ها تمام عمرشان را در گروه می‌مانند و علاقه‌ای به جایی رفتن ندارند. دمای آب در اعماق پایین دریا بین 1 تا 4 درجه سانتیگراد تغییر می‌کند. فشار در عمیق‌ترین نقطه دریا معادل با این است که یک وزن 1 تنی را روی انتهای انگشت خود قرار دهید. درجه متوسط شوری در اقیانوس 35 گرم نمک در 1 کیلوگرم آب حداقل درجه شوری در دریاهای دیده شده است. غرش شیرها را میتوان از فاصله 8 کیلومتری شنید. در طبیعت شیرهای نر بین 12 تا 16 سال عمر میکنند. بیشتر ماده ها هم بین 15 تا 18 سال. شیرهای نر اگر تحت حفاظت باشند تا 20 سال هم عمر میکنند. این شیرهای ماده هستند که 90% شکارها را انجام میدهند. در نظر شیرهای ماده، شیرهای نری که یال تیره دارند جذابتر هستند. گربه‌سانان مثل شیرها و ببرها نمیتوانند مزه شیرینی را تشخیص دهند. شیرهای کوهستان شکارهایشان را دفن می‌کنند و بعد از هر موقع گرسنه بودن به سراغ آنها می‌روند. تعداد مجسمه‌های شیر در جهان از تعداد شیرهای زنده بیشتر است. شیرها برای ایجاد و حفظ رابطه با یکدیگر همدیگر را نوازش می‌کنند. هرچه یال شیر تیره تر باشد سن او بیشتر است. برخلاف گربه‌سانان دیگر شیرها شناگران خوبی هستند. شیرها روزانه 18 پوند گوشت می‌خورند. این مثل این است که یک انسان روزی 70 همبرگر بخورد. با اینکه میگویند شیر سلطان جنگل است، اما آنها اصلا در جنگل زندگی نمی‌کنند بلکه در چمنزارها و دشت‌ها زندگی می‌کنند. شیرها در تاریکی 4 برابر بهتر از انسان‌ها می‌بینند. خطرناکترین حیوان زمینی که در آفریقا هست شیر نیست بلکه کرگدن است. شیرها بیشتر شبانه شکار می‌کنند و شانس موفقیتشان 50% است. مردمک چشم شیر 3 برابر انسان است ولی نمی‌تواند به خوبی آن را به طرفین بچرخاند، به همین دلیل سرش را هم می‌چرخاند. یک شیر تا 2 سالگی نمیتواند غرش کند. شیرها میتوانند دهانشان را تا بیش از 1 فوت باز کنند، یعنی بزرگتر از سر انسان. در زبان سواحلی به شیرها سیمبا گفته میشود. چنگالهای شیر هر کدام به اندازه انگشتان دست انسان است. لگد شترمرغ نه تنها جان انسان بلکه جان شیر را هم میتواند بگیرد.